بریم با هم این فراید رایس خوشمزه رو درست کنیم. بریم ببینیم مواد اولیه‌اش چیا باید. همه برنج پخته شده، ترجیحاً کت. 2 تا پیاز بزرگ خورد شده و 3 حبه سیر رنده شده. یه سری سبزیجات که میتونین مثل من همینجوری آمادهش رو استفاده کنین که نخود فرنگی و ذرت و هویج هسته، پیازچه، جعفری خرد شده، جوانه، روغن زیتون، سس ماهی، سس سویا، سرکه بالزامیک. پیازا رو که به همین حد که دارین میبینین رسید، سرکه بالزامیک رو اضافه میکنیم. 2 قاشق غذاخوری. بعد این سیر رو اضافه میکنیم. سیر نیازی نیست سرخ بشه، یه تفت کوچیک بخوره حله. سیر و پیاز و سرکه بالزامیک یکی کیلو با هم تفت خوردن، پلو رو اضافه میکنیم. این سیر و پیاز و سرکه بالزامیک باید با برنج مخلوط رو یه دست بشن. این سبزیجات رو اضافه میکنیم. سس ماهی رو اضافه میکنیم در حد 1 قاشق غذاخوری. اینو کامل مخلوط کنیم. سس ماهی که حسابی مخلوط شد، سس سویا رو اضافه میکنیم. 1 قاشق و نیم. برای اینکه تخم مرغ رو سرخ کنیم که در دستور اصلی تمام برنج رو میدیم یه طرف، تخم مرغ ها رو دونه به دونه اضافه میکنیم. یعنی اول تخم مرغ اول رو میریزیم، میذاریم سرخ بشه. تخم مرغ کامل باید سفت بشه. این تخم مرغ سفت شد. تخم مرغ رو گرفت، کامل تخم مرغ رو با برنج قاطی میکنیم و که جعفری میرسه. برای اضافه کردن پیازچه و جوانه زیر گاز رو خاموش میکنیم. اول جوانه رو اضافه میکنیم و بعد پیازچه ها رو بهش اضافه میکنیم. فراید رایس آماده است. امیدوارم درست کنین و لذت ببرین.